خو اف سفر ما بو استانبول سر سفرك طبيب نسبة ما مهم بو وبشتي اف نهاز نو من ورگرتی وکی سروکی هریما کردستان تبید بیت یکم زیارت ما بو دروی ترکیه تبید گلک خوشحالم افرو بدیتنا جناب سروک کمار طيب اردوغان كوبينا ما دجوينا ما افرو دا زيدتر بحث چواهیا برفره کرنا پیوندین بین هرم کردستان دگل ترکیه و هر وسا بین همه عراق بشکل که عام دگل ترکیه ما بحثه که زور دور و دورش کرد سبا مثلا و او بحثو او تشتت کو جه اهتمام ما هر دولا ما بحث کردن بین کوبینه از باور دکم و بدیتنا من قناغه که گلک می علاقه بين هرم كردستان بدجال تركيا وعراق بالشكل كي قشتي دجال تركيا دست بكت وأسبوع دكم ان شاء الله باشاروج ده جناب سروک کماریش و زیارت عراق بکتن و از باورد کم اف زیارت بید زیارت که مهم بو برف پیش برنا اوان پیوندیانه لا آلا که دی رابطه پیوندیان ما دگل ترکیا پیوندیه کت میجوینه و ترکیا ده همه قناغت زحمت دا هاروکار بیا بو ملت ما هاروکار بیا بو وضع ما دیسان دوین کوبینش دا جارک دی ما دوپاد کرده ما سپاسیا خو بو جناب سروک کمار و بو ولات ترکیا ما دوپاد کرده کت وقتت نخوش دا و یه بزحمت دا همیشه هر دم هاروکار بینه بو بارو دوخ هرم کردستان طبعا رول هرم کردستان یا مهمه جاری یا مهمه البرد اولا حدود ما دقال ببجين تركيا ده السنور ده هرم كردستان هي وهرم كردستان انها علاقاتك برجواندين وكاري دقال بغداش فرق كازور هيا قال برينها الحمد لله علاقات ما تجيش بغداد علاقات باشن واز باورد كم او مجال هيا امنها او اولوغاريا بازرگاني بين تركيا وبين العراق بشكل كي جشتي حدودي 13 مليار دولار دوي جوينا افرج دا ديسان دقال سروک کمار بحث في چنده هات كيرن و او هيفيا ما هر دولار اوكو اف اولوغاريا بازرگاني ل 13 مليار دولار كونها هي زيادة تردبيد و بجهيتا عددك كوجه رزامندية ما هردو آلابت وكي عراق وهم وكي تركيا دا و او هن پنگاوين پیوست که ام چوا افکاری انجام بدين دجوين افرودات گل جناب سروک کمار مبدريجي اف مسئلهش بحث كر و مدید جناب سروک کمار گلک مهتمه و حزد کد و بخوشه اف مسئله بزودترین وقت گهله ما کردستان و عراق دا برف پیش بچید خو اف بابت طبعی لازمه بشکل جدی لبین هرم کردستان و لبین انقره و بغداد اف مسئله بیتا بحث كرن بشكل جدي تبي حروكي جنابتاش بزانيتن ما افرح ريكون نهاحي ما قالك زيدتر ما محمل هردو لآليا دا پر آوا كرينا وما تونيلك قالك باش درس كريا كومبانياكا تركي او تونيل ليماك تونيلك درس ما انها افتش ما بوچ كرينا بهند دا افكار آساني وجولا بازرگاني بين تركيا دا وهرم كردستان وعراق دا زيدتر ببي هو هر پنگاوك لازم بيت بهند ام جولا بازرگانی بین هر دو آلیادا زیاده تر بکن وکی هرم کردستانی ما هیچ مشکل سروینیه لازم جوین هبن روی نشتن هبن و وکی پرنسیپ و وکی مبدأ هرم کردستانی یا حاضر هر پنگاوه که بهاوجید اگر پیویز بیتن بو زیاده کرنا مثلا بازرگانی بین هر دو آلیادا طبعی او مسئله که مهمه بو هر دو آلیادا نها ما بوریا نفته هيد بو بندر جهان و ام حاضرين وما افتشتت قال بغداش بحث كريا ام حاضرين هاروكار بين اگر بغداد بوید زیاده تر لوی چنده یان اگر خودینه که هر مشکله باشورش رو بدت هرم کردستان ام حاضرين هاروكاريا بغداد بکن پر نوعی که بو هنار دکرنا
او نفتا کوان هی لکرکوک یان لهر جهه که عراق دریا بوریا نفتا کردستان دا و ما آیندهش دا پاشروجش دا نیتا ما اوه بوریه نها زیده تریش بکین بهنده دا زیده تر بکاریتن زیده تر نفته ام دوی بوریه دا پنیرین بو درفه خو وکی مبدأ وکی پرنسپل ما هیچ مشکل سرهندینینه ام 250,000 برمیل ام بدینا بغداد و بس بری افتش طبقه امید لازمه رونشتن هبید دوی اصل بغداد بیم و من بدریجید که جناب سروک وزیران اف بابت بحث کر لازم اف موضوع لازم بیت بحث کر نک هر مسئله هر اوان نیه ام 250,000 برمیل تسلیم کن اوه مسائل خود قانونی هنه زور نتیجه برینا میزانیا حریم کردستان سال 2014 دا گلک قرض خربه بین سر حریم کردستانه ام لازم اوانه همیا بحث بکن وقتی ما بحث کر ام گین حلکی که هم بو حریم کردستان جه رضامندیه بید و هم بغداد لنتیجه بنسبت ما هر دو آلا لازم اوه مهم بید ام چوا و مسئله حل بکن حکومت حریم کردستان آماده دوی مسئله دا هاروکاریه که تمام بغداد بکد و بگده نتیجه که هاوباش دیگل بغداد و جه رضامندی هر دو لایا بید خود وی مسئله دا طبیعی مسئله که ام هیویدارین شر نبید جاره یکم و دو همین تشت دوی مسئله دا بتایبتی ما تنسیق اک تمام گل بغداد هید دوی مسئله دا و سیاست ما او عراق نبیت صاحه یا درست کرنا مشکلا بین هیچ لایه دا هیویا ما او ام بکارین عراق بشکل که گشتی و کردستانیش وکی بشکل عراق ام بپارزین لهر شر و لهر مشکله یکی خود جنابیت اشاره دا او مشاکلت که ردن نتیجه لازمه وقت ام بحث مشکلات کین درست او بحث سببت مشکلاش بکین ایکل سببت اساسی مثلا اپراسیونت سربازیان افتشتت کت هتا کرند منطقه کردستان و عراق دا بونا پککیه وکی پرنسیب ام دجی هندینا خاکا حریم کردستان دجی هیچ ولاته که جیرانه ما بیت بکار اینان و نخواستمه ترکیه کم بو جنابتا گوتید لحالت گلکت نخوش دا هاروکاریا مایا کری هاروکاریا حریم کردستان یا کری اگر ام برای خوب بدین وان دست کفتاش مع الاسف یعنی ممکنه بشکل که دید هید بحث کرن اما دست کفتت گلکت باشیش لنتیجه وان علاقات درست بید بین ترکیه و حریم کردستان دا اف مثلا وجود پککی یان هر گروپه که چکدار که بوید مشکلات بو جیرانت مدرس کرد لاینا وکی حریم کردستان و حکومت حریم کردستان اف مسئله قرار قطعی نه تقبل کردن و اف سیاست برین هاجی مهبیه و اف سیاست آمش بیا بردوام بید و مسئله دا ام هیوی دار بین طبعا اینها نتیجه مانوا وان چکدارانه بتایبتی مناطق حدودی نزدیکی 500 گندن حریم کردستان این هاتین آواگن و خلق نکاری بچیت سر گندن خو اوه آریشه یکا مزم یاد درست کری و هیویا ما اوکو افلاین چکدار هر لاینه که بید اوه مسئله تیبگد و ولی نکتن کردستان و عراق ببیت جهه که ناامن چونکه سیاست ما وکو حریم کردستان سیاست که مدویت علاقاتت مد که همه جیرانت ما خوشی بنو باشی بن